با سلام، من فروهر هستم، بهبود یافته موفق. من 24 سالم بود که رفتم آمریکا از ایران. اگه کسی ازم میپرسید که برای چی رفتی آمریکا، میگفتم میخوام کشف بشم. 3 سال نیویورک زندگی کردم. داستانهایی رو که توی کتابای میکی اسپلین، نویسنده معروف اون زمان، که مایک همر کارگاه نیویورکی رو ترسیم میکرد، اون نوع زندگی رو کردم. نیویورک 3 سال، کافه‌ای که مطلعی ها میرفتن، دیسکوهایی که میرفتن، اونجایی که من فکر میکردم اگه اونجا باشم خوشبختی و خوشحالی رو پیدا میکنم و کشف میشم. نیویورک کشف نشدم، خسته شدم، رفتم هاوایی. در جمع ما مردی است که همه شما نام این مرد بزرگ رو همیشه در ذهنتون به نکویی و به نیکی خواهید برد. آقای فروهر تشویقی رو بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. فروهر هستم و با گفتن فروهر بزرگترین برگ برنده خودم رو کردم. یه روز تو ساحل هاوایی، هونولولو، داشتم قدم میزدم در بهترین شرایط زیبایی از لحاظ اندام. ماشین کورسیم لب ساحل پارک شده بود، آستین هیلی کروکی 2 نفره. آپارتمانم نزدیک همونجا، طبقه 19 با ویوی دریا. مواد، سیگار و حتی گوشت رو ترک کرده بودن. کار بسیار خوبی که با خلاقیت‌های خودم یه پروژه‌ای رو پیدا کرده بودم با درآمد عالی. زیبارویان هم بودن، ولی در یک لحظه من به این جنبندی رسیدم که من کشف که نشدم هیچی. آینده‌ای که منتظرش بودم اومد و رفت و آینده من تبدیل شد به گذشته. تمام معیارهایی که برای خوشبخت شدن تا اون روز شنیده بودم، همه اونا رو امتحان کردم و در همون لحظه که احساس بدبختی میکردم همه اونا رو داشتم. اون موقع نمیدونستم که خوشبختی احساس رضایت، موفقیت درونیه. رسیدم به بنبست. اونجا برای من یه نقطه عطف و آخر خطی بود که یه چیزایی رو فهمیدم که عوامل بیرونی باعث خوشبختی نمیشه. بعدها کشف کردم که عوامل درونی رو میشه یاد گرفت، تقویت کرد و به خوشبختی رسید بدون اینکه وابسته باشی به عوامل بیرونی. امروزه من اینا رو درس میدم.